حوصله‌ام سر رفته. چی کار کنم؟ حتما بارها براتون پیش اومده که گوشه اتاق نشستین و گفتین هی حوصله‌ام سر رفته. اصلا حوصله سر رفتن یعنی چی؟ یه حس ناخوشاینده و معمولا زمانی به ما دست میده که کاری برای انجام دادن نداشته باشیم. حالا واقعا بین این همه کار و فعالیت بعضی وقتا هیچ کاری نیست که ما بتونیم انجام بدیم؟ چرا؟ هست. من اینجام که بهت چند تا پیشنهاد بدم. توی این ویدیو بهت 20 تا پیشنهاد میدم و اگر از این 20 تا خوشت نیومد توی 2 تا ویدیوی بعد میتونی 20 تا راهکار دیگر رو ببینی. پس یادت نره که حتما ویدیوی بعد رو هم ببین. برو بریم. مرتب کاری و تمیز کاری حال همه ما رو بهتر میکنه. به نظرم برو یکی از کشوها و یا کمدهایی رو که خیلی وقت مرتبش نکردی مرتب بکن. میتونی بستنی یخی خونگی درست کنی. اگر هندونه داری با آب هندونه رو توی فریزر گذاشتن به یه بستنی یخی خوشمزه میرسی. و اگر نه یه شربت درست کنی توی فریزر بذاریش. برای پیشنهاد بعد اگر بهت اجازه میدن و اگر حوصله‌اش رو داری برو پیاده روی کن. قدم زدن حتما حالت رو بهتر می‌کنه. مطمئنا صفحاتی توی اینستاگرام، یوتیوب و یا تلگرام داری که خیلی دنبالش نمی‌کنی. برو و از اونا لفت بده. سبک کردن صفحه‌های مجازیت راهکار منی. میتونی به یه پادکست و یا یه کتاب صوتی گوش کنی. چند دقیقه ورزش کن. مثلا چند تا دراز نشست، 2 تا شنا و 5-6 تا هم طناب بزن. با یه سرچ ساده میتونی یه عالمه ایده جذاب برای کاردستی درست کردن با اشیاء دور ریختنی ببین. مطمئنا ازش وسایل خیلی خوشگلی میشه ساخت. برای چند دقیقه میتونی ویدیوی خنده‌دار تماشا بکنی. اگر دختری و داری این ویدیو رو میبینی که نباید حوصله‌ات سر بره، پاشو لاک بزن. یه مدل جدید رو امتحان کن تا وقتی قرار شد بری پیش عشقت خوش‌تیپ‌تر بری. به یکی از دوستای قدیمیت زنگ بزن و یا پیام بده. حسابی باهاش حال و احوال کن. موسیقی بر هر درد بی درمان دواست. برو توی پلی لیستت و موزیک مورد علاقت رو پلی کن. حسابی حالت خوب میشه. اگر هم شکمویی و هم حوصله‌ات سر رفته و البته کمی هم خلاق، برو و شیرینی بپز. با یه چایی عصر خانوادت رو به یه شیرینی خوشمزه خودت پز دعوت کن. میتونی فایل های روی گوشی و یا کامپیوترت رو مرتب بکن. رنگ‌آمیزی کردن پیشنهاد بعدی من برای توه. اگر طرحی برای رنگ‌آمیزی نداری میتونی یک طرح ماندلا رو سرچ بکنی، پرینت بگیری و از رنگ‌آمیزیش لذت ببری. تازه رنگ‌آمیزی برای آرامش اعصابت هم مفیده. دانشجویی، نوجوانی رویا داری به آرزوهات فکر میکنی، میتونی کارت ویزیت شغل رویاهات رو بسازی. اگر تو هم مثل من مدت هاست که برنامه‌های روی گوشی کامپیوترت رو آپدیت نکردی، خب الان وقت آپدیت کردنشون. برای پیشنهاد بعد میخوام بهت پیشنهاد بدم که مدیتیشن بکن. مدیتیشن کردن هم حال روحت رو خوب میکنه و هم حوصله‌ات سر جاش میاد. برای پیشنهاد آخر این ویدیو و پیشنهاد 20 میخوام بهت بگم که چند تا حرکت کششی یوگا انجام بدی. یوگا هم حال جسمت رو خوب میکنه و هم حال روحت رو. اگر بلد نیستی میتونی از اینترنت کمک بگیری. اگر از این 20 تا پیشنهاد خوشتون نیومد و راهکار مورد علاقت رو پیدا نکردی، میتونی ویدیوی بعد رو تماشا کنی. نبینم حوصله‌ات سر رفته.